سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از مجای کستین جور و صحت سلامت باشین. تشکری میکنم از شما که ویدیوها را میبینین و سپورت میکنین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای پشتو است که من هنرمند اصلی زمین آهنگ نفهمیدم که کی است. بسیار کسا خواندن، شما اگر میفهمیدین لطفا امی هنرمند اصلی امی آهنگ بر من اسمش پست کنین. زما پزرک اوسا زما خسته جانانم. متاسفانه در قسمت ازی که شاعر ازی آهنگ کی است و کمپوزیتورش کی است همچنان من هیچ معلومات ندارم. شما اگر میفهمیدین ما را همچنان در این مورد در جریان بگذارین. میریم و این آهنگ زیبا را از سی شروع میکنیم. این آهنگ زیبا در نیچرال ماینر سکیل جور شده. امو تا آساوری که گا، دوانی، ما فلت و یا کومل می باشه. اگر از سی بخوانیم تا آساوری ما یا مون نیچرال ماینر سکیل یا سکیل راگ آساوری چی رقم شکل داره برای پرده های ارمونیا. سا ری گا ما پا دا نی سا نی دا پا ما گا ری سا ری گا ما پا دا نی سا نی دا پا ما گا ری یعنی اینمی نوت ها استفاده شده و امی آهنگ ازش آماده شده. هر هنرمند یک آلابی برای خودش خوانده، یعنی من نمیفهم که آلاب اصلی از این آهنگ چی رقم است. ما هم یک آلاب انتخاب میکنیم. آلاب ما از اینمی سی ماینر کورد شروع میشه و از سا شروع میشه. مالم را یک انگشتی را می نوازم. بعد از آلاب آهنگ در سی ماینر کورد استارت میشه و آهنگ از اینجا شروع میشه. زما پزرکی اوسا گا گا ری 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 سا سا زما پزرکی اوسا زما خسته جانانا زما پزرکی اوسا تا یادوم جانانا ما یادو جانانا زما پزرکی اوسا. اینمی آستایش است. امرا یک انگشت می نوازم. زما پزرکی اوسا زما خسته جانانا زما پزرکی اوسا تا یادوم جانانا ما یادو جانانا زما پزرکی اوسا. اینمی آستایش شد. یا انترلود آهنگ از پشرو میشه. ملودیش هم از اینمی سی ماینر کورد است اما این ورژن میشه، سکند این ورژن. خب عالم را یک انگشت کار میکنم.
آهنگ در سی ماینر کورد ولی سکند انورژنش استارت میشه و از اینجا آهنگ شروع میشه، انتریش یعنی شروع میشه. با غیرت تنه ژوندو پیکا پیکا تیریگی پیکا پیکا تیریگی مسافر و خوری کورتر از جانانا مسافر و خوری کورتر از جانانا تا یادم جانانا ما یاد جانانا زما پرکی وسا. قسمت دومش که تکراری موسیقی است، ما از این قسمت شروع میکنم. با غیرت تنه ژوندو پیکا پیکا تیریگی پیکا پیکا تیریگی مسافر و خوری کورتر از جانانا مسافر و خوری تا یادم جانانا ما یاد جانانا زما پزرکی وسا. این تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتمی که در آهنگ استفاده شده دادرم می باشه. میریم و در دادره هیراتی مایره تمرین میکنیم.